دستت بیاد روی نزنی. این هم میبینی؟ ولی من نگاه میکنی. این تو شعاع دید تو هست. دولانش اول یه چشم بره پایین بیاد اگه لازم بود. وقتی زدی میری ور میداری میری. من 1 2 3 میگم بعد تو میزن یا 3 2 1. در این 3 2 1 تمام انرژی 9 8 همه از دهن زمین خودتو بکش بیرون. زمین با قدرت 9 8 هم تو قلب قلب میخوره. بیا بیرون از توش. نگاش کن. 3 عجله نه. 2 1 بس. بیست اینجا. دست رو ببینم. هیچ طوری نشد نه؟ هرگز هیچ طوری نمیشه نه؟ اگر که مستقیم حرکت بکنی میرسی به اون چیزی که میخوای. حتما یا طوری میشه اگر وسطش جذب اشیاء بیرونی یا مسائل بیرونی باشی هیچ وقت به هدفت نمیرسی. تئاتر سخنگوی به نظر من حرکات ماست. یعنی تمام اهداف کاراتر رو ما میتونیم در کلام به مردم هدیه بکنیم. شاید که گروهی فکر میکنن تئاتر خشنه. شاید تئاتر به علت لطیف بودن و نرم بودنش بتونه خیلی ها رو جذب این خودباوری و بازگشت به خویشتن خویش بکنه. I don't hear any voices. It is as if the streets and alleys are stretching before my eyes. They don't remind me of any of those bittersweet memories anymore. Streets that I left for many, many years ago, so abruptly, so unexpectedly, in order to migrate to Europe. Video and documentary films became an instrument through which I could assert my opinions and ideas. And now, after many years, here I am, back again in Iran to pay a visit to my beloved ones. Last week, one of the directors I used to work with in a couple of play projects came to visit me. He asked me if I would care to go and watch the rehearsal of a play he was directing. On our way to the theatre, he explained that the first character of the play, Nezad Arabshahi, who's at the same time a champion in karate, is intending to play a piece together with his students. From the very first hour, the thought of making a documentary of the work engaged my mind. After a week, everything was prepared. Nezad told me that just that day they did not have any place to rehearse, so a friend is going to lend them her flat for 3 days to do the rehearsal. Is it possible to reveal the hidden part of the actual situation of Iranian women that is a well-kept secret from the eyes of the world in just one film? And am I capable to do this? After all, this hidden part of her historical existence has survived through many years of struggle and by ignoring all the negligence is still flourishing. قراره که این حرکت رو انجام بدی بلد باشی نیروتو مستقیم وارد کنی از اینجا برای خود بگی. Is the developing process of this piece fascinating for the audiences, or is it the struggle and the effort put in this work? Who is Nezad? What do these young women of the group actually want? Why karate? Why theater? ورزش رو یعنی ورزش کاراته رو از ابتدا که شروع کردم واقعا نمیشناختم چون اون موقع من 10 سال بیشتر نداشتم و توی 10 سالگی اصلا قابل تشخیص نیست که من دارم چه میکنم. ولی چیزی که خیلی برام همیشه مهم بود و مهم هست از همون اول میخواستم اونی که بودم نباشم، نه اینکه رویا پردازی کنم.
یعنی یک چیز دیگه ای میخواستم درست کنم، میخواستم قوی باشم. و بعد به مرور زمان هر چقدر که جلوتر رفت این خواسته در من خیلی بیشتر، میل به تغییر از اون شرایط به شرایط دیگه ای. حالا به کجا داشتم میرفتم یا هنوزم به کجا خواهم رفت من نمیدونم. منم ناتاشام. خب یکی از دلایلم که من اومدم ایران این بود که مادرم ایرانی بود و یه زمانی دوچار مشکل شده بود ایران با دنیا در مورد یک کتابی که اسمش لازم نیست بیارم، همه میشناسن، و این بازتاب خیلی بدی داشت تو آلمان برای ما و تصمیم گرفتم که برای 1 سال بیام اینجا، هم فارسی رو تا حدودی یاد بگیرم و هم ببینم که چیه. منم تصورات دیگری داشتم و خیلی برام جالب بود که واقعا ایران اینه که همه فکر میکنن نیست. اینجا هم خونه ماست، کوچیکه اما خیلی بزرگه، خیلی دوستش دارم. اسم خودمون رو گذاشتم کاراتکای آپارتمانی. یا مشکلات دیگه مثلا اینه که خب آپارتمان همسایه هم حق دارن روی کیایی که از اینجا باید کشیده بشه بیاد بیرون، ما نمیتونیم این کارو بکنیم چون بقیه نمیفهمن که ما داریم چی کار میکنیم. وقتی که رفتم آمریکا در مسابقات کاتا زدم انقدر به تمرکز بالایی تونستم برسم که وقتی که 3 قدم برم جلو ادامه‌اش رو بدم و این جای کم اینجا خیلی کمک کرد به من که البته اینا دلیل نیست، چرا که انقدر استاد خوبی داریم که تو فضای بازم اگر کار کنیم به این موفقیت خواهیم رسید. به هر صورت جبران بیشتر مسابقات رو من تنهایی رفتم یا با ناتاشا رفتم، مضاف بر اینکه همین اواخر مسابقه بود که من 1 نفر جای 4 نفر کار کردم. 1 دستم پرچم یا 1 دستم پلاکارد ایران و 2 تا کارت، یکی شرکت کننده یا کوچ. شما توی مسابقه احتیاج دارین به کسی که کنارتون باشه، از نظر روحی روانی کمکتون کنه، اون جایی که میبرین کم میارین. و الان فقط سرعت بدن نیست، سرعت فکره، جابجایی تفکره. مضاف بر اینکه خب من 43 سالمه و بیش از پیش نیاز دارم به یک معلم، احتیاج دارم به یک کسی که توی مسابقات کنارم باشه. ما سعی کردیم از کاراته استفاده کنیم در جهت اینکه خودمون رو بشناسیم، بهتر بشناسیم، با اون زاویه‌های درونی خودمون بیشتر ارتباط برقرار کنیم و تئاتر هم چیزی جز این نیست به نظر من. کار گروهی بود که ما یاد گرفتیم توی مدت که چطور با هم دیگه بتونیم کار گروهی رو انجام بدیم و تلاشمون بر اینه که این کار رو بتونیم به نحو احسن انجام بدیم. حالا آینده به ما نشون میده که چقدر توی این راستا موفق بودیم یا نبودیم. I left Iran quite contented with my newly started project. After 2 months, Nehzat got in touch with me wondering if I knew anybody who could help them directing the play since they could not get on very well with their previous director. She complained that although he is very experienced in his field, yet he thinks too traditionally for them to work with. I could not help them, partly because of the long distance between us and partly because I'm not acquainted with the present theatre community in Iran. In another contact, she asked me if it was possible for me to suggest a series of movements to the group to practice, since they have nothing else to do but practicing karate. I accepted and said that in that case, I would like to work with only one group of women. این سمینار این کارتو میدونی که مسابقاتشو، حفظ تاریخشو. Nehzat and Natasha traveled to different countries, not only to participate in competitions, but also to hold lectures and seminars. In one of their trips to Europe, they were also invited to the Women's Institute of Advanced Studies in Gothenburg.
اینجا امکان نداره بتونه دستشو در بیاره. In this way, there's no way to get out from this. ولی اینجا چرا؟ من الان هر کاری کنم میتونه برعکسشو ببین. Jag undrar liksom om man tränar självförsvar av kvinnor och i sådana fall hur man praktiserar det i ens hemland. During 2 weeks of their residence in Gothenburg, I had a good opportunity to get to know Nezat better. Shooting her karate and self-defense sessions or her practice in concentration, I noticed how she ties her skills up with the everyday life. We were working all day long. At nights, we worked on the manuscripts and made radical changes in the empty hands. We were also planning how to work in distance. Our instruments would be letters, faxes, and video cassettes. از طرف دیگه هم همین الان باید بریم بالا پشتمون تمرین کنیم. این بالا پشتمون که همینطور داره برف میاد. دیگه دیشب هم که به من گفتن که خب خودتون دیگه از این به بعد خب برای اینکه جا نداریم یعنی هر جورایی اصلا صحنه انگار جون نداره دیگه، یعنی خیلی کند شده. من اجازه بده بحث می‌کنیم نه دسته خالی که ما داریم تو به عنوان کلاس کارات تمرین می‌کنیم سایر چوب این چیزا دستمونه. یعنی چی؟ شناخت نیروی خودمون، یعنی شناختن خودمون، باور خودمون، اون چی که تو خودمون داریم. همه وسایل یه چیز عصبیت است، یه چیز اصلا مهم نیست. مهم منم، مهم تویی، مهم اراده توی، خواستن توی که از یک این به آن شدنه. اینو میبینم مثلا یک زنی توی خونهش دفعه اول مردی که باهاش تهاجم میکنه یا یه چیزی رو نشون میده، اون از هر ابزاری مثلا حتی بچهش سعی میکنه با اون مقابله کنه. بعد ببینه نه این وسیله نیست، حالا باید خودش حتما یه جور مقابله کنه. بعد سعی میکنه که گروهی بیان با این چیزو با هم قاطی کردیم، هم تئاتر رو هم کاراته. خب به هر حال باید توجه بکنیم که خیلی به نمایش ضربه نزنیم، به کاراته هم خیلی ضربه نزنیم. سیبو همه خیلی هیجان. نه نگاه کن، این سیبو نگاه کن. کدومش قوی تر بود؟ خب تو الان این دستته. اجازه بده. دست من، این دستمه، وسیله من کاراته منه، این صدا نفس منه، موزیک منه، حرکت منه. ناتاشا وسیله تو خودتویی، وسیله تو کاراته تو نیست. تو فردا پیر میشی، من پیر میشم، فلج میشم، هزار تا اتفاق میافته. وسیله من اگه قرار بود کاراته باشه، مشت لگد باشه که هیچ چی دیگه هستم، ولی معطلم من خودم وسیله خودم هستم، منطق من وسیله منه. ولی اینجا نمایشه. نه همه اینو من تو چهرم نشون بدم. خب الان که تو تماشاشی بودی نمیخواستی الان تو یک گاز بزنی؟ ببین خب هنر تو در اینه که تو همین اینو یه طوری به من نشون بدی که مثلا من بفهمم تو داری چی میخوری. آره اگه من بازیگر بودم. خب باشه نیستیم، همه میدونن که ما نیستیم. They have to travel around Iran quite a lot in order to get the permission for the play from one of the authorities. I think to myself that why do we insist in getting the performance permission for this play? None of us has withheld her time, money and patience so far. Then why is it so difficult to be a non-governmental theatre group? Do we have to struggle so much just for being what we are? آذر هستن، فرزانه هستن، آقای علیرضا زرباره هستن که میشه آهنگساز کار رو هستن. که ولی الان اگر بخوام کاری بکنم باید طبق شرایط ضبط خانه بعد کارش انجام بشه. The contacts are as before, on a daily basis. I think to myself, if it is possible to go on like this, is it going to happen? And the films I receive prove that it is. Before every performance, the contact between us is certain. I tell them that my heart beats with them during the performance. تماشاچیامون اومده بودن کار رو ببینن که بازبینی باشه، نه اومده بودن کار رو ببینن که حسش کنن. مسئله بعدی موسیقی بود.
که باز نزدیک یعنی ساعت 5:30 به ما گفتن که شما نمیتونید موسیقی تک‌خوانی داشته باشید. بنابراین ما 5:30 که نیم ساعت به اجرا بیشتر نمونده شروع کردیم به تمرین کردن اینکه بچه‌ها این چطور کور بخونن. و این خب خیلی کار داشت که علی باید بهشون میگفت بچه‌ها باید اینکه 20 دقیقه به 6 به ما گفتن که وزارت ارشاد ایراد گرفته باید حجاباتون از این حالت در بیاد بره توی روسری و این خودش باعث شد که ما یک کمی به هم لباسش به هم رنگش به لباسای لیموی رنگمون میخوره چون حالت خاکستری داره کاملا. هم ببین چقدر لخته. این کاملا اینجوری که گفتی گرد بزنیم یه طرفش بیفته این میشه، اما با این پارچه این سفته این هیچ. آره ولی من اصلا هیچ کدوم والا اینم دوست ندارم. میدونی چند درصد از من حذف میشه تو اون گفتنم وقتی روسری سرمه یا وقتی حالا حتما هر کی که روسری سر نمیکنه که منظور عجیب غریبی نداره. ما چیکار میتونیم بکنیم که یه چیزی بذاریم که نه روسری باشه نه کلا باشه ولی پوشش باشه. چی بذاریم؟ تمام حقوقم را به حسابم واریز کردم. حق فداکاری مادرانه، دستمزد کم، اطاعت بیچون و چرا، به پاسانچه دادن، اضطراب، یأس، خستگی، دلتنگی و برزخ سکوت را پیشکش ریش‌هایم. و این داستان این چنین به پایان رسید. همه خسته کوفته درمانده رسیدن. The interesting thing is that all the members of the group are young women with higher education who work and have good careers. They are all singles. I should admit that they are very, very brave. The best evidence of their courage is choosing an unconventional sport for women. 7 months later, they all came to me and in 2 weeks of intensive hard work gained more confidence to take the play on the stage in Iran. They were fully aware that the probability to get permission for the play is higher if the performance is good. There is a central character in the play that the whole story is seen through her eyes. She is a young newspaper girl who tells the whole story. Therefore, I had to find an amateur girl who was interested in theater and who could speak Swedish fluently. کاملا عدالت رو رعایت کردم چون با ما یعنی با من مدتی که اینجا بودم حالا از نزدیک کار کردم بعد اونجا هم از روش همین دیستانسی که میگن کار کردم با شما همین کاری من خیلی خوشم. منم خیلی برام اصلا جالبه که برای اولین بار که توی این چیزای تئاتر یعنی وارد شدم به این شکل به قول صدا اونیک یعنی شکل بی‌نظیری وارد شدم. خیلی برام جالب و ببینیم حالا چیزی که تو وجودت هست و این صدایی که از تو خودت میشنوی برای این پیامی که از این روزنامه گرفتی دستای خالی یعنی چی نشستی وسط میلی به مردم روزنامه‌ها رو میدی اینطوری پول بهشون میدی اینا مردم تو این کارو میکنی بعد میشینی اون وسط. دارم تمرین میکنم ها؟ خیلی دیگه بسه هیچ کسی چی نمیدونه داریم یاد میگیریم داریم زمانا رو یاد میگیریم چرا انتظار داریم موجوده باشه؟ من نمیدونم زمان شد. خب ببین این وقت رو بیاره خب بیاره من باید بیام خیلی این من شو خب این من شو دست رو باید این اینجوری کن خب حالا من دستم رو دست این میره برو چه گریه میکنی؟
اینجا ببینم برگرد اینجا با من حرف بزن. نمیتونم تا که دارم کنم که هرچی میخوام بیانم رو بگم اون احساسی که به فارسی احساس ایرانی بهم دست میده، یعنی اونجوری که اون طرف رو میفهمم نمیتونم به زبان سوئدیم ازش استفاده کنم بگم، یک کم میارم نمیاد درست پیدا نمیکنم. این فارسی قوی تره؟ از میکنم این چیزا به فارسی توم درست شده تا به سوئدی. خب میخوای اینا رو به فارسی بگی؟ بگو. خب الان دیر شده برای از این کارا دیگه. نه دیر نشده، هیچ وقت دیر نشده. خیلی چیز قشنگی، ولی اذیت میشم از اینکه نمیتونم درست درش بیارم. نمیدونم چرا. تو چه ترازوی واسه خوب داری؟ همین که اینقدر صداقت داشتی، وقت تو، فکر تو، همه چیز تو گذاشتی اومدی دیگه. اونجوری که آخه همونجوری که شما الان احساس قوی داریم برای این کار، منم همونو دارم. من از سالها داشتم که یک همچین چیزی بشه که آدم بتونه شرایط خانمای ایرانو بتونه اینجا. ولی از میبینم نمیتونم. سارا این بوده توی تو، آخه توی تو بوده که نسرین دیده گفته که سارا تو بیا، چرا نرفته بگه چرا نمیشه؟ شده چه حرفی میزنی تو؟ آره باید فقط لباس سیاه ها رو فقط رو میکشی. رو سریعتون هم افتاد هیچ مهم نیستش. فقط به این فکر کنید چقدر میتونید با وسایلی که الان اینجا هست فکر کنید وسط یه میدونید. گفتم برین اجرا کنید. مگه شما نمیخواستین این تو پارک اجرا کنید بیاد؟ ها؟ کنید الان اون پارکی. آره. بس این سعی میکنه یه دور دیگه اینجا بپیچی. نه من کلا نمیتونم بذارم. کلا نمیخواد بذاری برم. نه برای توی نمایش. نه اینو برای چارگوش میکنم درست مثل همون قبل. بچه‌ها اگه بخواین احساستون در یک کلمه بگین چیه؟ اصلا باورم نمیشه. یکی از شبای آرزوهای من. اینم یه تمرین. فکر کنم یه شروعه، یه احساس این شکلی داره. زیباترین شب زندگی من. تمام نیرو، انرژی تو، نگاهت، قطورترین دیوارها و بنبست ها رو خواهد شکست و تو با یه باور دیگه، تولد دیگه ای از خودت رو میتونی شاهد بشی. جرمم باور انسان بودن، جرمم عدم سازگاری، جرمم زن بودن. ما 5 خواهریم محکوم به وسعت خواستن، 5 زن از 5 قاره جهان که با رنگ‌ها، زبان‌ها و عادت‌های گوناگون که قرن‌هاست با اشک یا عمل این اعتراض را به گوش جهانیان فریاد می‌کنیم و می‌دانیم که تاریخ را بر سطح آب‌ها نمی‌نویسند، تاریخ را بر حافظه نه!
Och شما؟ Jag tyckte väldigt mycket om det. Det var jättespännande. Ja. Sen så förstår man att det är en massa nycklar som man inte har riktigt till. Ja. Men det är för att förstå den. Mm. Men det blev väldigt starkt också tyckte jag. Vad är det som var starkt? Ja, när man förstår att det handlar om en verklighet. Som är helt främmande för oss. Att vi som säger och tycker vad vi vill. Just perfect. It was nearly religious to watch, to see the show. I feel very much in my heart. Jag är jättevarm i hjärtat. Det är jättebra, det var strålande. Jag fick mer kraft. Jag såg det, så det finns kraft någonstans att bara gå och hämta det. Empty Hands got performance permission after 2 years and it was performed. I feel released and contented. I have so much involved in the play that I have practically put the film aside. The only thing I could do about the film then was to send a little money to Iran every now and then so that they could rent a camera and shoot everything they could. And it did really not matter who did this. Perhaps I would not succeed to make a good film. Even so, I had this opportunity to suggest a new method to the great passion of my life, theatre, and thus have participated in making another page in the history of athletic and artist women in Iran. Tomorrow, I must start editing the film.